خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. ظهر ساعت 2 می باشد. یه همکار منده آقای اماد تقی‌زاده هستن. ما مخلصیم آقا، مخلص همه شما عزیزان هستش. تو اینستاگرام پیجش رو دنبال کنید. ایشون در حال درست کردن غذا سنتی هستش. صبح هم جاتون خالی غذا آورده بود، مخلوط از شیره توت و انگور و روغن زرد حیوانی بود که بسیار مقوی هم بود. الان هم میخواد با یک غذای بسیار سنتی درست کنه با کدو و مقداری گوجه و روغن و خرسه نون و اینا. ببینن چیکار میکنه. اینجا عزیز من، اینجا کنار بزرگراه اطلاع رفسنجانی هستش، مرکز پسماند مشهد. تعجب نکنید جای بی تمیزی داره، بسیار عالی. پارک مثل پارک خونتونه. دست کن میده ایشون اماده. بالا تپه خاک واسطه، حتی با تپه خاک موچه چمنه آتیش نگیره. فقط چمنه آتیش نگیره. بارکلا. الان دیگه چیکار میکنی؟ توضیح بده. اول بچه کدوها رو میگیریم میکنیم. اول کدوها رو پوست کنده، خیلی ضد عفونی کرده، مرتب ریز کردیم. کدوها رو ریز کرده. مینماییم. البته بنده دیر رسیدم ریز کردن شو، خیلی بسیار گرد ریز شده، خیلی منظم. الان داره روغن ریخته، کدوها رو میخواد یک سرتف بده و بره سراغ دنبال آشپزی. چاکر همه دوستان. یک آهنگ درخواستی گوش کنید تا دوباره. یک روز گذشته اماد ما آتیش کرده، دودش هم دیده میشه. میگم آن که ما نزدیک ماجرا میشه، یک از غذام عکس فیلم میگیرم ببینم چی میشه. حتما این غذا به خونواده درست کنید. کدو خیلی ویتامین داره، برای عضلات و برای همه چیز خوبه. ببینید ایزار البته کدو ریخته اینجا دیده میشه. ببینید این کدو هستش، خیلی منظم ریز شده، خیلی با کلاس. درسته بچه شهرستانی ولی با کلاس کار کرده. همین آتیش روز کردنش ما رو کشته. آتیش نمیگیره. آتیش نمیگیره. یک کدیه هم از ولایت خودش آورده. البته یک دونه مگس هم دوشون نشون از برکن بریم. کافیه. کافیه؟ خدا نگهدار. خدا نگهدار تا محله بعد. کدی که بدون قد بشه.